آموزش گرامر فرانسوی قدم به قدم با الی. سلام به همه، خوش اومدین به سومین جلسه از آموزش گرامر زبان فرانسه برای فارسی زبون ها. من اسمم الهامه و تو این ویدیو میخوام شما رو با یکی از عناوین مهم دیگه زبان فرانسه آشنا کنم. در اصل با سه تا عنوان مهم. اولی ضمایر فاعلی le pronom sujet. دومی زمان حال ساده le présent de l'indicatif. و در آخر صرف افعال être و avoir. ضمایر فاعلی. فاعل یعنی چی؟ یعنی کسی یا چیزی که داره کاری انجام میده یا حالتی رو داره نشون میده. مثلا تو فارسی میگیم علی کتاب میخواند. فاعل جمله علیه. چرا؟ چون داره یه کاری انجام میده. داره کتاب میخونه. فرانسه هم دقیقا همینطوریه. اما بعضی وقتا دیگه نمیخوایم همیشه اون اسم شخص رو تکرار کنیم و برای جلوگیری از تکرار میایم از ضمیر استفاده میکنیم و در اینجا چون ضمیرمون قرار جای فاعل رو بگیره بهش میگیم ضمیر فاعلی. ل پرونوم سوژه. ل پرونوم سوژه ها در فرانسه عبارتند از ژ یعنی من، تو یعنی تو، ایل یعنی او. برای مرد یک مذکر و مفرده. ال او. برای زن مؤنث و مفرده. نو یعنی ما. وو یعنی شما. ایل آنها. جمع مذکر. ال آنها. جمع مؤنث. اگه دقت کرده باشین تلفظ سوم شخص مفرد و جمع عین همه، اما نوشتار متفاوتی دارن. به این نکته خیلی دقت کنید. و نکته دیگه ای که باید بهتون بگم اینه که اگر چند نفر با هم بودن و زن و مرد بودن، یعنی دو تا جنس رو با هم داشتیم و میخواین از آنها استفاده کنید، باید از ایل استفاده بشه. ایل یعنی مذکر، آنها مذکر جمع. یادتون نره. حالا میریم سراغ چند تا مثال خیلی ساده. Je parle. من صحبت می کنم. Tu joues. تو بازی می کنی. Il chante. او آواز می خواند. فعل être. این فعل تقریبا در بیشتر مکالمات روزمره استفاده میشه. فعل être به معنی بودن هستش، درست مثل فعل to be در انگلیسی. با این فعل میتونیم درباره هویت، ملیت، ویژگی، شغل، احساسات و مکان و خیلی چیزای دیگه حرف بزنیم. و گاهی هم در ساخت زمانهای دیگه ازش استفاده میشه. چند تا مثال فارسی براتون میگم. مثلا میگیم من الهام هستم. هستم اتخه. من برای معرفی خودم، برای ارائه هویتم ازش استفاده کردم. مثلا میگیم او زیبا است. برای توصیف یک ویژگی ازش استفاده کردیم. ما ایرانی هستیم. هستیم اتخه. برای بیان ملیت ازش استفاده کردیم. خسته است. است اینجا اتخه. و خسته بودن توصیف یک حالت یا یک احساساته. آنها در خانه هستند. خب هستند باز اتخه. و برای نشون دادن مکان ازش استفاده کردیم. حالا که فهمیدیم فعل اتخ به طور کلی چیه و تقریبا با کاربردهای اولیش آشنا شدیم، میریم سراغ صرف فعل اتخ در زمان حال ساده. Je suis. من هستم یا هستم. Tu es. تو هستی. Il est. او هست. مذکر. Elle est. او هست. مؤنث.
Nous sommes. ما هستیم. Vous êtes. شما هستید. Ils sont. آنها هستند. مذکر. Elles sont. آنها هستند. مذکر. چند تا مثال ساده. Je suis étudiant. من دانشجو هستم. Tu es gentil. تو مهربون هستی. Elle est belle. او زیباست. چرا اینجا اس ز تلفظ شد توی je suis étudiant و چسبید به کلمه بعدی؟ بهش توی فرانسه میگن لیازون. یعنی چی؟ یعنی بیشتر وقتا آخر بعضی کلمه ها یه حرف بی صدا هست که به طور معمول تلفظ نمیشه. اما وقتی کلمه بعدی با حرف صدادار شروع بشه، معمولاً دقت کنید که میگم معمولاً اون حرف صامت کلمه اول به حرف صدادار کلمه دوم وصل میشه و تلفظ میشه. مثل همین مثالی که دیدید. توی فرانسه معمولاً کلمه ها مثل زنجیر به هم دیگه وصل میشن. حالا چند تا مثال دیگه موقع صرف avoir با هم میبینیم. به اون خیلی خیلی دقت کنید و ببینید چطور تلفظ میشه. فعل avoir یعنی داشتن که اینم یکی از پایه‌ترین افعال زبان فرانسه محسوب میشه. مثل to have تو انگلیسیه. با این فعل میتونیم بگیم چی داریم، چند سالمونه و یا حتی از این فعل در ساخت زمانهای دیگه هم استفاده میکنیم. در برخی موارد برای بیان احساسات و حالات فیزیکی استفاده میشه و بیشتر این موارد خاصن و بهتره که حفظشون کنیم یه سریاشونو. حالا چند تا مثال براتون میزنم به فارسی. مثلا ما توی فارسی میگیم من 20 سال دارم و یا من 20 ساله هستم. اما تو فرانسه فقط از فعل داشتن برای بیان سن استفاده میکنن. پس اگر از فعل اتر استفاده کنی کاملا اشتباهه. ما توی فارسی میگیم من یک کتاب دارم. برای بیان مالکیت ازش استفاده میشه. در فرانسه هم دقیقا همینطوره. در موارد خاص همونطور که گفتم برای بیان احساسات و حالات فیزیکی هم ازش استفاده میشه که معمولا این موارد شبیه زبان فارسی نیستند. مثل چی؟ مثلا ما میگیم من گرسنه هستم. ولی اونها از فعل اواق استفاده میکنن. یعنی میگن من گرسنگی دارم. من تشنگی دارم. برای سرما و گرما نمیگن من سردمه یا من سردم است. باز هم از فعل اواق یعنی داشتن استفاده میکنند. برای بیان ترس که یه حالته باز از فعل اواق استفاده میکنن. یعنی نمیگن من میترسم. میگن من ترس دارم که معادل همون من میترسمه تو فارسی. اول بریم فعل اواق رو تو حال ساده صرف کنیم. بعد با هم چند تا مثال میبینیم. ضمناً فراموش نکنید که موقع صرف کردن فعل اواق به لیازون ها دقت کنید و تو کامنت برام بنویسید کدوم کلمه ها لیازون شده بودن. اواق. بچه ها لطفاً به تلفظ های من و نحوه نوشتن اونها دقت کنید. ژ من دارم. تو تو داری. ایلا او دارد مرد مذکر. الا او دارد مؤنث زن. nous avons ما داریم. vous avez ایشان دارند. ils ont آنها دارند مرد مذکر. elles ont آنها دارند زن مؤنث. یادتون نره لیازون ها رو برای من بنویسید اون پایین. ببینم متوجهشون شدین یا نه. J'ai un livre.
من یک کتاب دارم. تو un chat. تو یک گربه داری. Ils ont une voiture. آنها یک ماشین دارند. هم مثال دیگه. J'ai 20 ans. من 20 سال دارم. J'ai faim. من گرسنه‌ام. Tu as froid. تو سردته. Nous avons peur. ما میترسیم. آیا اینجا لیازونی چیزی شنیدید بچه ها؟ اگه شنیدید اونو برام بنویسید. و اگه این درس رو دوست داشتید لطفا یادتون نره لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیف رو هم بزنید. تا درس بعد، ابیانتو!